چه کار سرقی تو سیل کوبکو دل باند مربند اختی یار من نور شدو چرا توی تو میکنی؟ چیکار کردم؟ اول من برنامه بزنی روزه میگی چه کار کردم؟ میگو همین ساعت چی داره که تو من اول بیدی که پیش تو من پیر شو مردم میگه اینجا دستگاه میکنی تو یا ال دادم همون ال ندادی که من بابا یک چکی بمونده بیدم با کجا مونده بیدم که چی نداره خوش کنه باکو اتار تو مال خوشتره حریم خوشگاری اتار تو لا اله الا الله محمد رسول من اختیار در سر باغچه خود سراخانه داره این سرا ما یا باغچه ما در باغچه تو یک جریب را بزوی برای تو به وسط سراک است یک جریبه نیمی تو پای مسخاله بگی سال تو خبر آتا کسی برو مردم ال ندی بیا بعد اینجا با خود فیلم میتیار که مردم ساعت مردم میاد برو سعی نکن تر اومده چی سر میکنی سعی نکنم اینجا نمیبینی نگاه پر از پیچیه حال 65 نفر مفخور میمون میایه دم سرا تو اینجا گاه اینجی نه بس اینجا با وسط سراک اون اینجا گاه تو با تا سراک چی کردی من اختیار خود دارم من برو لالا تو تیز شو حال که خیلی بچه میترسی تو هم مرغ مرده میترسی من که از حال تا 10 سال دگم با تو نگم تو عقل کمال تو بزی گفت من نمیکشم من مگر خند و مت رمضان بگیرم که تو رو بفهمونه آنم اینگار که همین او داره مثلا مثلا میرم تو اگه نمیترسی فکر کنو تو از سایی خواه میترسی تو از زن خواه میترسی دم زدن خور بفهم از زن خواه میترسی تو از خوشی خواه میترسی دم زدن خواه بفهم اگه نمیترسی صحبه کن اینگار که او داره خواه چی خنده میکنی؟ لاست بگم همون باسکیل نترسی تو بترسیدی فایده نداره گپ زدن خودی تو فایده نداره من مگر خودی دومات رو گپ زدم تو که به گپ نمی‌کنی دومات به شلغم کیه تو که نمیفهمی سر شلغم یا دوم به شلغم اما اگه با تو رو بفهمونه بیچاره میترسه والله خیال میکنی دیوال بالش چپه میشه اوکی بسدگیری که خیال میکنی نه مرگ مفاجات تو رو بگیره گیلک به خیر خوشی چی جونه به مرگ میگی؟ تو چرا مرگ مفاجا نمیگیره بیکار مرگ ما برو خود تو تیک کن اگه همه بند باشه تو رو میگه خود تو مدافنی سکو من لکلمش کردی بلو کمالش کردی تو چرا ساعت رو بیخن نمی بریدی؟ بیخن من به تکوشی سراخ رو پیشی میکنم مرگ دمکوچی این در سراخ تو چرا پیشی نمیکنی؟ این جوگه میای پیشی میکنی و تو چرا از این 10 سال ما تیر میشی؟ مثل که کوچه مال باباتونه بخری نه مثل که مال مادرتونه برو گیلک برو خودی کله گنده خود ولی کله گنده خود برو تو به خود از این مرتقن جلوی بدتر میکنم بله یا چند یک مرتقن که بیده خود کله کل خوبی آمده اینجا با من گپ و مفت میزنه گول اثر خوب حالا کدام بزنم تاجیو که یک و کک زد یعنی او را مثل من که دلترغون کردی دلترغون؟ خود دلترغون شد خود تو چری بیای ساعت خیلی بیخن مردم بریدی این خیلیه این پره او دیشه بودم خلاص شد پس چریانی با من رو لدی کی به تو رل دادم؟ اموالی دکل ملاقه امی ساعت فکر کن تو چری حل میکنی مردم تو بچون چی رقمه؟ اگر یه دست تو خطا خودمون که به رومه میخودی دانه دندون به خون میدی بری تو؟ روی تو سختریایی؟ که سیک و ساعت نمیدنی تر رو دپوی دادم نمیشونه اصلا تو به می را برو اگه گربه به جلوی تو خود دکتر نیه همین اگه نه ترسید اسم عمل بگردو حکم مفردی برو خود خودی کن برو به سراخ برو تکو چه مردمه خب برحمت برو دگه نه برو من میت آیا باید دست تو خطا میخوره برو مامان برو گله که جیجو برو تو باش من برو با بسم الله دیگه نه برو با خدا میسد رسول هستون دو 10 تا به تا ساعت بیشتر میشه خدا غیرت مرد نداری من مردی غیرت مرداری مردی بیاید برو خود تیر که گله برو ای فهمی پیاله نگه به پینک تو بزنم کشم زد تا کتری تیار میشود سلام علیکم ماما شاگل اشتان نورالله جان باشیم خیریات و خیری خوبی کیاری سلامتی شکر دنده باشیم
بابا شاگل من از شما یک چیزی پرسان کنم. خب بگو. همین بچه شما چی کار بمونده که به تعمیدی بکنه؟ شما با ما بگیم که ما بفهمم. یک روز بچه مردم میزنه، یک روز گوسپندار اله میکنه به تا زمین ها مردم که تمام پال پلوش مردم را همه خراب کرده. یک روز سعی میکنی مردم را مکتب مینازه میبره به بازی. حالا که ما شاگل سالت به دست دینه به تا ساعت یک گلاس اویه مردم تیر میشه گلاس ایتا پاش میده. خوب مردم که به نزدیکی میرسه ایتا میزنه برو مردم هل میده به دم سرا. این کار خوبیت نداره ماما. شما چند سال به می دین همین مردم از شما به خاطر این بچه شما دیخ میشه ناراض میشه. خوب نیه همین بچه خود بفهمونه. این با کجا بوده آخه؟ تو با کجا بودی؟ دم سرا خو استاده مردم که تیر میشه سالت خیال میکنه او داره بالا مردم مای پاش مرتکب مول میکنه به زمین میخوره. اما یک نفر جلوی متیر شده به رادیو متیر شده. من خیال کردم وار مای بره بالا به زمین خورد سه کنه کامل رفتم خاک بال شده. او عقل نمیفهمه ساده نمیفهمه او که از کینه و عداوت کار نمیکنه. نورالله هم ساده ای که همین کار از او برداشت میکنی. ماما شاگل بعد این گپ بزی گپ نیه. بچه شما نام خدا کلونه خوردی نیه که بی عقلی باشه. شما میگین ساده از این سادگی دیگه سوء استفاده میکنه. بفهمونیم بعد این کارا. ما و شما همسایه‌ایم سر صدا ما و شما صبح تعمیدی بالا نشه. من اون میفهمونم باشه من برم به سرا اون میفهمونم برای اون میگون دیگه نصیحت میکنه که دوباره این کارا نکنه دیگه. همسایه بفهمه. آن ماما جان شما پیار بدید ما اگوش شما تیر کردم دفعه دیگه ما اگوش شما تیر نمیکنم ماما. اگر من سر خورم که یا به تا زمین ما باشه یا مردم دست اذیت باشه به خدا به هر کوچی همین دیگیر نکنم پست یور میکنم. به تا زمینا که نمیره اگه به دست را شوخی کرده بکرده. شما که پیارین بچه خورمالوات بابا اون من میفهمونم تو به دل خونه دیگه. چی میگه دیگه؟ دلم بم لندن و مسکو نمیشه های جان محبوب به پریس و سوئیس جو نمیشه ای جان محبوب های تمام ملکای دنیا رو بگردیم الله نما شما شهر نو نمیشه های گردن من ماشی بریم پیش رمزون. بابا همین مدر ری میکنه میگه بیا برو پیش رمزون یا به پیش مدر یا بری سلام بگو کمک تخمه گندنا بدیم. بابا اینا میدن گندن من موچی کوری از اینا خیر نمیبینه از بحثی سختم از او چیش نون نمیخورن اینا به ما تخم نعنا میدن. به خاکی بازم میرون دگال مدر ما بگفته میرون میشتونم بکن بدم. خیلی همسایه گوش نگداتره که هستم بکن بدم. چی؟ علف داره ای گندن آما اینا 5 روز کامل اینا اعمال کار داره که اینا سو کنی. بیخی شما بسته گندن ها پر تو اگه گندن ها تخمی ما این دیگه تخم میگیرین دیگه پای جانجون کتی داره رمجون بیامدم شما کار دارم. خیریت هست؟ خیلی خیریت شکر فضل خدا. گفتم مادر من به شما سلام میگو رد سلام گفته برو به پیش دالا رمجون یک کمک تخمه ادیمینا بسو تخم گندن ها؟ بلی میری چه کار؟ با کار داری میرفتی در سرا ما در سرا میستیندی به سرا بیده نه خودی گیزد جمعات شما من نمیسادون چیزی سرقی نافهم بیعقل نادون ندیدی گداگدول گوشنی سرقی نافهم نادونیه بیلا بخی بارر بسته کردی علده با خدا میری به در سرا میبینی با پای دیوال هم مثل جنی خودمو میندازه به جلوی تو دل بند تو میندازه پیالی اوی داره اول اوی که میکنه میریزه با بالی تو میگیال روش عجای میکنه ساعت روان میداره با کلی دو خیال میگونی ساعت لیپور عجای انت که قیل نمیکنه میگیال لوکت تاویج او میستو ساعت لیان خیلی عدورو و دعوا مسخره میکنه من نمیرون لولا میکنه خیره باشه با قصه عدیگه یعنی من به شما حیرون میمونم حیرون با خود سرگردون و پریشونم به شما که از همه جا دوماد وریفته بود که مثل گیلک گل تخمی بگیر شما میامد
چیزگی که گردن شما بند باشه برای پروب سر و نمیه میگی یا تا کجا خشلاق آمده. حساب کی تا کاره خوب حساب کو گردن ما بند باشه حساب کو به دونی بگه کلو نشده حساب کو. او که هست امی تو آدمی هسته باز سکو لالا نمیجو عقل کمال میدی شما هم داره. شکر فضل خدا ها دیگه چیکار چرا؟ هیچی همه جا من خنده گرد. بس حساب کو گفتی گپا حساب قطغول شد بفهمیدی برارم او خود مردم شوخی میکنه خوش داره که به طعمی کوچه بگه بخنده تو به قصه گپا از اون نباشه تو میبینی که به هر جا استاده معطل یک شنبلغوزی باش با شکران شنبلغوزی گیلک میندازه به قصه از این نباش که سالت خیلی بیارده مردم میترسونه. حالا ما چیکار کنم از اینا ما برو در سرام بستو اصلا از او بر برو همین تو طریقی برو که تو نبینه که به در سرام رفتی. سلامت بشی زنده بشی. با کمی مدر شما نده. و اگه به تا سراخو میکنی دیگه همه زران که باشه بس دیگه. بگو به مدر بگو به تا سراخو ما میکنیم میفهمه که مدر شما بد شما نیایی که ما که گوشنی طرف که هست سختیه. سختیه. خو یک کار میکردی شما سختی نمیکردی میرفتی مشهد کم گل چه تخم نعنا بخون همسایه گولی که مثل شما داشته باشین دیگه ما نیازه بریم به شهر های همین همسایه گل شما خاطر خیلی سختیه مدره همین نداره دیگه چکار کنیم مجبوریم خود اینا بسازیم. راست میگه صحیحه درسته دیگه خوش آمدی بله گنده و تو سیکو خود یک گوشنگی سیاهونی میکنه اکلون کردی مزبر نمیداره با میگه مادر شما گوشنی سخته اگه مادر گوشنی سخته خود تو برو بخواه شهر بستو ادگه جا برو بستو اما گوشنه میگه همه تخما گندانا ما رو میگه بده